خب رفتم برای خودم یک چای گرم ریختم. شما هم اگر دوست داشتین در واقع این چای گرم رو برای خودتون بریزین و در ادامه همراه باشید با من. خب خیلی جالبه، به همین در واقع شیوایی صحبت میکنه. نمیدونم تا الان متوجه این شیوایی و رسایی کلام شوپنهاور شدین در این کتاب یا نه، و امیدوارم که واقعا علاقه‌مند بشید به فلسفه با نثر آرتور شوپنهاور. شوپنهاور یه اعتقاد دیگه‌ای که داره، میگه همینطور که شعور در یک انسانی در واقع گسترش پیدا میکنه، جالبه، معتقده که اون انسان تنهایی رو برمیگزینه و تنهاتر میشه، به سمت تنهایی سوق پیدا میکنه و اون بی‌حوصلگیه و اون لذته و اون شاد بودنه دیگه درش معنا نداره. چون وقتی ما بی‌حوصله میشیم مدام دنبال یه شخص میگردیم، دنبال یه چیزی میگردیم که با اون از جهان بیرون، از محیط خارج، ما بی‌حوصلگیمون رو برطرف بکنیم. ولی شوپنهاور میگه اگه تو زندگی دنبال این نوع لذت‌های در واقع بیرون از محیط خودت و درون خودت نباشی و به کشف و شهود در مورد خودت و آنچه که هستی در واقع روی بیاری، دیگه دنبال بی‌حوصلگی و لذت‌ها و شاد بودن‌هایی که در محیط خارج هست نمیگردی. این هم خیلی جالبه. پس شعور تغییر پذیره، شخصیت ثابت بود. برای همین هست که ما شعورمون رو میتونیم تغییر بدیم، بهش بیافزاییم، رشدش بدیم و به این شکل. یه جا میاد گفتیم میگه نیمه اول زندگی رو اون نیمه جوانی و کودکی میگه که ما در حال شتابیم، در حال آزمون و خطا هستیم، در حال جستجو برای سعادت و کامیابی هستیم و اینکه خب وقتی تو این مرحله به این شکل قدم میگذاریم، وقتی آدم در جستجوی یه چیزی میره، خب مسلما نگرانی هم سراغش میاد. درسته یا نه؟ اگه در جستجوی این هستی که لول علمیت رو ببری بالا، خب میری درس میخونی دانشگاه، خب خود این آزمون داره، امتحان داره، سختی داره، شب بیدار خوابی و روز تلاش کردن داره. خود این یه استرس و نگرانی رو درت ایجاد میکنه. یعنی میخواد بگه اون بخش از زندگی که تو دچار نگرانی، اضطراب و استرس میشی، تو این نیمه میگذره، چون تو در پی شناخت جهانی. ولی تو نیمه دوم زندگی دیگه تموم، به اون شناخته رسیدی، به اون سطحی که میخواستی رسیدی، به اون سعادت رسیدی. حالا از رنج و غم فاصله میگیری. یعنی رنج و غم درت کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون دیگه تو دنبال چیزی نیستی و به یه سطحی رسیدی، به یه لولی رسیدی. اینجا میشه میانسالی و پیریت که در واقع تو رو وارد بخش دوم زندگیت میرسونه. میخواد بگه که تأثیر مستقیم زمان رو بر ذهن ما، یعنی گذر زمان میاد تفکر و ذهن تو تغییر میده.
یعنی تو به مرور زمان از رنج و غم و اضطراب و استرست کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون به همین شکل به اون چیزهایی که میخوای میرسی، پله پله میای جلو به شناخت، سعادت، کامیابی، دانشگاه، بچه، فرزند، همسر، و یه جایی استوب میکنی و دیگه ساکن میشی، استوب میکنی و انگار که خاموش میشی و رسیدی. اونجا میگه جای استوبت هستش که میشه سن پیرید. یعنی میگه دیگه در پیری رو زمان فلسفه میدونه، زمان تفکر میدونه، ولی جوانی رو دوران شعر و شاعری و مشاهده میدونه. اینم گفتم جالب هست که بدونید و به همین شیوایی واقعا صحبت کرده شوپنهاور، به همین زیبایی. چه بسا که خودتون شروع کنین به خوندن واقعا لذت میبرید. شوپنهاور امکان سعادت انسان را به صراحت نفی می‌کند. جهان از دیدگاه او محنت کرده است که در آن شر بر خیر غلبه دارد. طبیعت جایگاه تعرض قوی بر ضعیف و اعمال اراده است که به صورت سبعیت خونالود جلوه می‌کند. خیلی قشنگه واقعا. امیدوارم که بخونید و لذت ببرید. من فکر نمی کنم بیشتر از این بخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم، چه بسا که خیلی شیرینه و دوست دارم خودتون در واقع این رو بخونید و لذت ببرید، با این ادبیات و این سبک آشنا بشید، با این نثر آشنا بشید، فلسفه رو با این دیدگاه ببینید و در مورد آنچه که هستین، اونچه که شوپنهاور تاکید کرد، در واقع بیشتر بهش فکر بکنید. تو دنیای محیط خودتون نباشید. واقعا اگر میخواین تمرین بکنید که اگر میخوایم، به خودم هم میگم و واقعا از زمانی که من این کتاب رو گفتم بهتون بار سومه که میخونم و بار دومم رو واقعا کنکوری وار خوندم، هایلایت کشیدم، دقت کردم، تمرکز کردم. اگر به دنبال این هستی که رنج و غمت کاسته بشه، اگر دنبال این هستی که پیشرفت بکنی، اگر دنبال این هستی که از محیط اطراف جدا بشی، میتونی با این کتاب این تمرین رو داشته باشی. اونی که دنبال تایید، تشویق، تمجید مداوم دیگران هست، واقعا بازنده یه زندگی هست، بازنده زندگی خودشه. چرا که مدام دچار رنج میشه، دچار غم میشه، ولی زندگی این نیست. اون هستش که ما خودمون رو بشناسیم، درون خودمون رو بشناسیم، سبک و سیاق خودمون رو بشناسیم و بر اساس اون زندگی بکنیم و به این شکل حتما از رنج و غممون هم کاسته میشه و دیگه به یه جایی میرسیم که واقعا اون تشویق و تمجیدها برامون بی‌معنی میشه. و امیدوارم که روزی همه ما به این برسیم، به این نکته‌ای که فیلسوف‌های ما، دانشمندان ما روش کار کردن و بارها تاکید کردن که تغییر از درون خودمون شروع میشه و خودمون رو با خودمون بسنجیم. اونچه که هستیم، آنچه که داریم خیلی مهمه، خیلی مهمه. و من که هنوز در خم یک کوچم، انشالله شما هم با شروع اینطور خوندن این شکل کتاب ها بتونین اون خستگی این سالهای زندگیتون رو رفع کنید، چرا که به خودشناسی برسید و
به واقعیت و شناخت. مرسی که دنبال کردید من رو. تا معرفی کتاب دیگه‌ای، فعلا خدا نگهدار.